تا حالا شده که بخوای یه بخشی از کنترل پنل رو باز کنی ولی مثلا پیدا کردنش برات سخته، یا از پشت تلفن میخوای به یکی بگی که بره اون توی اون پنل؟ بهت بگم، اگه بهت بگم راه ساده تری هم هست، واقعا راه ساده تر انتخاب میکنی یا میخوای بری توی کنترل پنل کلی بگردی؟ راه ساده چیه؟ منوی ران. جلوتر میگم منوی ران چیه و اصلا چه کار میکنه. امروز اومدیم تو این ویدیو تمامی دستورات منوی ران ویندوز، اونایی که مربوط به کنترل پنل هستن رو جمع آوری کردم من و اون کاربردیاشو جمع آوری کردم و میخوایم که اونا رو بزنیم توی سیستم و بهتون آموزش بدیم که چی رو باز میکنن. ممنون میشم که چنل ما رو سابسکرایب کنید. سلام، من مصطفی ابراهیمی هستم و اینجا چنل پی سی سنتره. بزن بریم سراغ ویدیو. سلام، همونطوری که اول ویدیو گفتم امروز اومدیم کدهایی که توی منوی ران میشه وارد کرد رو بهتون میگیم. حالا اصلا این منوی ران چی هست؟ منوی ران منوی هست که این پایین هست، این منو رو میگن منوی ران. توی این منو دستوراتی مورد نظر وارد میکنیم و اوکی میکنیم. خب دستورات من براتون این پایین زیر نویس میکنم. دستور اول، پنجره ویندوز نتورک کانکشن. بذارید من کیبورد رو خب پنجره نتورک کانکشن ncpa.cpl. این cpl مخفف کنترل پنل هستش. اینتر که بکنید این پنجره براتون باز میشه، همین پنجره کانکشن هست. پنجره بعدی سیستم پروپرتیزه، sysdm.cpl. ویندوز R sysdm.cpl. این پنجره هستش. شما ریموت دسکتاپ من همه جای بیشتر جای ویندوز دیدم، ولی ببینید شما این پنجره رو اینا رو هیچ جا دسترسی ندارید بهشون. مورد بعدی پروگرام فیچره. چی هست؟ حالا هم برنامه های نصب شده روی سیستمتون هست، چیزش هم هست appwiz.cpl. این پنجره هستش، ولی من هیچ جای ویندوز تا الان ندیدم این چیز باشه، این بخش باشه. خب حالا میریم سراغ بخش دیسپلی ستینگ. چیزش هست دیسک، disk.cpl. اوکی، و بخش دیسپلی ستینگ میاد براتون بالا. بخش بعدی که خیلی هم مهمه بخش چیزه، موس ستینگه. این از اونایی که خودم هم نمیدونم مایکروسافت کجا اسمش انتخاب کرده، چون اصلا ربطی نداره. main.cpl اینو بزنید موس ستینگ میاد براتون بالا. اینجا میتونید تمام چیزای موس رو تغییر بدید. یا آموزش هم داریم که آیکون موس رو به این تبدیل میکنه، پوینترش. خب بعدی پاور آپشن هستش که این چیزش هست پاور cfg.cpl. پاور آپشن این پنجره هست که باز میکنیم.
بحث بعدی بحث ویندوز سکیوریتی سنتر هستش. خب SCUI.cpl این چیزش هستش. پایین ویدیو هم همشون رو زیر نویس میکنم. این هستش، این بخشه که UAC رو بهتون دسترسی میده. تنظیمات سیستم کامل در اختیارتون هست. ویندوز سکیوریتی یه کامل ویندوز سکیوریتی رو دارید. بعدی ساوند ستینگ که چیزش هست MMSYS.cpl. حالا اصلا چرا منوی ران برای این هیستوریش ما نیازش داریم. ببینید تمام چیزایی که تا الان وارد کردین رو میاره. حالا ببینید ساوند ستینگ باز شد. اینجا قشنگ میتونیم تست رو بزنم برای من. خب بحث بعدی ما ویندوز فایرواله. firewall.cpl. این ویندوز فایروال چیز ساده شه ها، حرفه‌ای ترش هم جلوتر میگم، یا شاید هم تو ویدیوهای بعدی گفتم، حالا خیلی مطمئن نباشید. بحث بعدیمون دیت اند تایم ستینگه. چیزش هست timedate.cpl و اینتر. این پنجره رو برامون باز میکنه. جدیدترش هم توی ویندوز ستینگ هست. بعدی و آخرین که نه، دیوایس منیجره. حالا چیه دیوایس منیجر؟ دیگه کل چیزایی که به سیستم وصله رو نشونتون میده. چیزش هست hdwwiz.cpl. یه روش دیگه هم داره برای باز کردن اینا. مثلا الان بزنم cmd، میزنی cmd، اینجا همون چیزو وارد میکنی بدون .cplش. الان مثلا من app viz اشتباه وارد کردم. ببینید الان من مثلا میزنم lusrmgr، الان برام لوکال یوزرز اند گروپس رو آورد. خب تو چه بس دیوایس منیجر بودیم. اینجا تمام دستگاهایی که به سیستمتون متصل هست رو میبینید. من الان مثلا میکروفونم اینجا هست، تمام چیزام هست. بحث بعدیمون لنگویج ستینگ. میخوای زبان فارسی رو اضافه کنی به سیستم، از کجا باید اضافه کنی؟ توی لنگویج ستینگ. دستورش هم intl.cpl اینتر. و اینجا تمام چیزای دیتا داری، تاریخ رو داری و جای دیگه ویندوز چیزا ندارید. اینا رو قشنگ به توضیح نمیده که چی هست اصلا. جای بحث آخرین بحثمون توی این ویدیو اینترنت پروپرتیزه. الان پنجرهشو باز میکنم، شاید تا هزاران بار بهش برخوردید ولی نمیدونستید چی هست. هزاران بار که هیچ کی تا حالا برنخورده. اینجا یه محیط قدیمیه، میتونید وبسایت ها بهشون دسترسی بدید یا اصلا میتونید بلاکشون کنید.
دسترسی ازشون بگیرید. یه ویدیو دیگه داریم، کنسول های ویندوز رو بهتون آموزش میدیم، ویدیوهای بعدیه. یه پلیلیست قرار دادم، همین 3 تا ویدیو رو توش هست. توی دوره آموزش ویندوز هم همینا رو قرار میدم. اسم اون پلیلیست هایی که توش این ویدیو قرار میگیره اول میذارمش تو آموزش ویندوز، بعدش میذارم یه پلیلیست هم میذارم تمامی دستورات منوی ران ویندوز. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. خدا یار و نگهدار.